مهندسی جهل رو آغاز میکنم. امیدوارم که هرچه بیشتر با مهندسی جهل در جهان به خصوص در ایران آشنا بشیم و تلاش بکنیم خودمون رو از این جهل و جهالت آزاد کنیم. من الان میرم سراغ کتاب‌هایی که قبلا دانلود کردیم تا یکی از اون کتاب‌ها رو باز بکنیم و بخونیم. دیروز در مورد این کتاب جدیدی که دوستمون از ترکیه با لاتین با حروف لاتین و همچنین به فارسی ترجمه کرده قول داده بودم که باهاش صحبت بکنم. کتابشو معرفی کردم. قرار شد که ما در روزهای آینده درباره این کتاب با هم گفتگو داشته باشیم. دیروز در اصل 3 کتاب رو معرفی کردیم و به نظرم هم جالب بود. هر 3 کتاب جالب. حالا امروز من فکر کنم که نرسیم بیش از 1 کتاب رو معرفی بکنم. با اجازهتون چون یه حدود 40 دقیقه دیگه باید برم، در نتیجه تلاش میکنم که کتاب رو معرفی. کتابی که امروز باز کردم در اینجا در مورد نوشته شده علم عروض و قافیه ترکی فارسی. حالا ببینیم که این کتاب اول یه نگاهی به ظاهر کتاب بندازیم و ببینیم چه شکلی. همونطور که الان کتاب باز هستش و در صفحه راست جای مهرهاست که در پشت صفحه دیده میشه. در صفحه سمت چپ یه چیزهایی به نظرم میاد که به زبان فارسی نوشته شده، شبیه اشعار هست. صفحه بعد رو می‌بینید اینجا دوباره نظم خاصی نداره. نه البته میتونیم بگیم منظم هست، خیلی دارای نظم هستش، ولی مثل حاشیه نویسی نوشته شده. دارم تلاش میکنم که سر در بیارم چی از تا اینجا که میبینم اینجا فارسی ترکی هستش. مثلا حالا برمیگردیم میخونیم این رو و اینجا با قلم‌های قرمز هم آشنا میشیم که نوشته سلام علیکم. علیکم سلام دوستان عزیز. کتاب ما در این برنامه تلاش میکنیم خودمون رو و شما رو و خودم رو به خصوص با مهندسی جهلی که در 250 سال گذشته انجام گرفته و ترک‌ها به تدریج به اشغال ذهنی و سرزمینی غربی‌های مسیحی در اومدن، اینها رو می‌خوایم ببینیم که ترک‌ها چی کار کردن و من دارم این کتاب‌های ترکی رو یواش یواش تلاش می‌کنم بخونم. حالا امروز این کتاب رو که بیشتر در مورد علم عروض و قافیه خواهد بود و ظاهراً به 2 زبان ترکی فارسی هستش معرفی خواهیم کرد. این کتاب ظاهراً 122 صفحه باید باشه برای اینکه در هر صفحه PDF 2 صفحه رو مشاهده می‌کنیم. حالا ظاهراً در بعضی جاها از قلم قرمز استفاده شده، مثل حاشیه نویسی شده، یعنی حاشیه نویسی شده ولی ظاهراً حاشیه هم به همین قلم متن هستش و احتمالاً اشعاریه که در تایید یا رد اون متن نوشته شده. اینجا مثلا یه چیزی میبینم مسیحی ارمنی تبریزی. جالب بود این کلمه تبریز اینجا دیده میشه صفحه 20. برای من خیلی جالب بود. گومیست میگه مسیحی ارمنی تبریزی گومیست در این دیار کرده منزل، ناحق برشان چون حق چون باطل، برون چون درونشان چون بیرون، دل چو سرشان سیاه و سر همچون دل.
حالا اینجا یه چیزی در مورد این هم شعر، مثلا حالا مسیح ارمنی ترجمه قومی است در این دیار کرده منزل، ناحق برشان چون حق و حق چون باطل، بیرون چو درونشان چون بیرون، دل چو سرشان سیاه و سر همچو دل. خیلی در مورد ارمنی‌های مسیحی تبریز قضاوت بدی داره، میگه که دلشون مثل سرشون سیاهه و دلشون هم مثل سرشون هم مثل دلشون سیاهه، اینجوری داره و حق رو باطل میکنن و از این حرفا. یه قومی دیگه در تبریز ساکن هستن، الان هم هستن البته. حالا من برمیگردم این کتاب رو میخونم، از ظاهرا از اینجا شروع میشه این چیزهایی و این من در اینجا میدونم که بیشتر فارسی هستش. اگه فارسی باشه کتاب نمیخونی برای اینکه فارسی رو خوندن رو بیشتر تلاش میکنه که ببینیم چی هستش. از بخش دیگری کتاب که از شعر خارج شدیم من اینجا دارم نشون میدم دوستان، در وسط صفحه به طرف مرکز کتاب مطلب اصلی نوشته شده. سه طرف کتاب برای حاشیه نویسی جا گذاشته شده. همین سبک نشون میده که این کتاب خیلی قدیمی تر هستش. حالا احتمالاً حداقل 50 سال این کتاب سابقه داشته باشه. همینجوری داریم ورق میزنیم که بقیه صفحه ها همینطور شکل نظام داره و بالا یا روی بعضی از کلمات خط قرمز کشیده به مفهوم اینکه این احتمالاً حالا یا یه زبان دیگه از یک کلمه مهمی که میخواد بعداً توضیح بده احتمالاً. حالا اگر میگم که کتاب فارسی کاری باهاش نخواهیم داشت و اگر که این کتاب رو معرفی کتاب به خط زیبایی نوشته شده، گرچه جوری نوشته شده که اینجا یک مرکب رو کاملا سیاه کردیم گذاشتیم تو صفحه ولی بین صفحه ها فاصله زیادی نیست، حداقل به فاصله هست و کلمات هم خیلی به هم نزدیک نوشته شدن، یعنی سطر خیلی ارزش کمه ولی کلماتی زیادی نیست. سطر چپوندن در نتیجه صفحه انگار که یه صفحه سیاهه این شکلی میشه و این سفیدی خیلی جا نذاشته بیرون رو نمیدونم مثلا ولی خب با این حال قابل خواندن هست، خطش خط دیواری هستش. البته اینجا یه مقدار تبدیل کرد تبدیل دوباره شش ولی رفت سفر رو تبدیل کنم. من حساسیت ویژه‌ای به کلمه تبدیل آذربایجان و ترکیه دارم. خب این صفحه اگر این صفحه اول رو نگاه کنید شمس فخری
حالا به نظر میاد که فارسی هم بیشتر اینجا رو بخونیم. بو مظاهر چه وجود مطلق اظهار ایلدی. شعر حالا شروع شد از اینجا. بو مظاهر چه وجود مطلق اظهار ایلدی، چندی درکم چندی سینه عرض دیدار ایلدی. Sattı hüsnün aldı eşkin ağrı yerde kimse yok. Sattı hüsnün aldı eşkin ağrı yerde kimse yok. Ağrı yerde ara yok. Ağrı yerde kimse yok. Kendi aldı, kendi sattı, kendi bazar eyledi. خیلی جالبه. Bu mezahir çim vücude mutlak izhar eyledi. Kendi dürkem, kendisine arz didar eyledi. Sattı hüsnün aldı eşkin ağrı yerde kimse yok. Kendi aldı, kendi sattı, kendi bazar eyledi. Kendiyken me'nide raz ana el-hak söyledi. Kendiyken me'nide raz ana el-hak söyledim. Sureta mensure esnad etti, bir berdar eyledi. Sureta mensure esnad etti, berdar eyledi. Talib و مطلوب اون ایکن لدنی مستور اید. طالب و مطلوب اول ایکن لدنی مستور اید. kimini مطلوب و kimini طلبکار eyledi. آدم تین خلق پیشکن درخت گندمی. و قبلا این کتابی رو از مولانا، حالا اسمش رو یادم بیاد، عارف بسیار مشهور و مقدس در دیار ترک‌ها، متأسفانه الان اسمش یادم نمیاد، یک سریالی هم درباره اون زندگی اون شخصیت بزرگ ادبی و عرفانی ساختن. یه کتاب دیوان شعر خدا رو خیلی نقد میکنه، نقدهای عمیقی نسبت به الله اینجا همون معنی آدمی چون خلق پیش، آدمی چون خلق پیشتن درخت جندمی، خدمت سیاه آدم گناهکار ایلدی. خودش درخت رو خلق کرده، بعد خودش هم تهمت رسیایی کرده، بعد گناهکارش هم کرد. جملتی قلم پیدا کرد و شد جملت همه اینا که از یه نفخه نفخت فیه روحه آیسمه به آیه نفخت فیه روحه اشاره میکنه. جملتی که قلم پیدا کرد حکمت بدون kiminin dini cennet, kiminin nar eyledi. Kiminin yerini cennet, kiminin nar eyledi. حالا اینجوری خلیل که من نمیرسه بکنم بخونم، بالا دارم تلاش میکنم که چه زبانی میشه دیگرینم اما ازم
کلمه رو نمیتونم هم به هم چسبیدن، احتمالا 3 کلمه باشه، به هم چسبیده 2 کلمه باشه، برای همین میتونم یه نه. حالا اینجور شد 2 کلمه اینجور نه، اما این نمونیدی چی هستش؟ نمونیدی ازل یه نه، اما ازل منذ اشیاء الدنیا یمکن دار ایلگی یتسیم اغیار کن یار دل محبوب در. حالا اینجور یه بحث رسیان نوشته بعد بهش خط کشیده منذ اشیاء الدنیا یمکن دار ایلگی. حالا اینجا اینو خط کشیده وسط میشه، پس این باید نتسیم اغیار کن یار محبوب در نتسیم یاری کن آدمی اغیاری در. حالا اینجوری تقریبا میشه اینجا وسط اینجوری در birinin adını sahibinin fil kendinin emrine yine kendini alır. Satılan satan özüyken, satılan satan özüyken buna güvenmek göre. Satılan satan özüyken buna hikmet göre. Özge suretinden gelip kendini hayal. یه هم چیزی که باید بپوشه متا جنس مال این خودشه، هم فروشنده خودشه، یعنی هم متا و هم فروشنده خودشه. این چه حکمتی است که ببینید چه حکمتی است. özge صورتden gelip با یه صورت دیگری میاد، با یه چهره دیگری میاد. kendin خریدار ایلدی، خودشو خریدار کرد، هم خودش خریداره هم فروشنده هم جنسه. متا خیلی جالبه در مورد الله داره که جدی نفت باشه. من اینها رو در اشکال فارسی حتی مولانا ندیدم. مولانا بیشتر در این مولانا روانیات هست به زبانی که قابل فهم تشریح. اما در اینجا یا در اشعار شاعر نقل ما با نقد افعال خدا الله ساتن gözün kendine hikmet öldürek ölce suretten gelip kendin haridar eyle. Kuvvet görünen an izledim ben satmasan amin tecellide ikrari buna kudretine tebdillerine getirerek ateş eden rahime izari
روژه بنادر کی یافتی قدح بنای آدمی. این قدح نیستش، با حسن نیست، در نتیجه این باید یک کلمه دیگه باشه. روژه بنادر کی یافتی قدح بنای آدمی. گبه شش سو دوزدی چار دیوار ایلدی. گبه شش سو دوزدی چار دیوار ایلدی. فکر میکنم اینجا اشاره به خانه کعبه هست که 6 جهت داره ولی 4 دیوار هستش. اینو داره گبه 6 سو دوزدی 4 دیوار ایلدی. کافرون küfri zaruri, müminin imanı هم. کفر ضرورت کافره. یعنی خیلی جالبه، کفر از کافر جدا نیست، ایمان هم از مؤمن جدا نیست. اینجوری میخواد بگه ایمان عین مؤمنه، مؤمن عین ایمانه در این انسان. her birin bir bendile yani گرفتار ایلدی. هر birin bir bendile یعنی گرفتار ایلدی. هر انسانی رو با یه بندی گرفتار کرد، با یه نخی بست. Hamdullah irkürüp Darüşşefai Vahdete. Hamdullah irkürüp Darüşşefai Vahdete. Za'fi biçarenin derdine timar eyledi. بذارید ببینیم حالا شعر بعدی، صفحه بعدی هم احتمالا این ادامه داره. این شعر نه اینجا تموم میشه و این شعر دیگری هستش، ولی به نظر میاد این فارسیه. خوش آن زمان که غیر منت همزبان نبود، راز دلی که داشتی از من پنهان نبود. حالا صفحه بعد تا عشق تو از کوی خرابات برآمد، اینم باز فارسیه. بریم صفحه بعد. جانم استت شاعر چچرم جانمدن، قایل علمن آنه معنی آلت دیوانمدن. جانم استت شاعر چچرم جانمدن، قایل علمن آنه معنی آلت دیوانمدن. قائل علمن اونه، یعنی به شعرهای من اگه قائل نباشه ولی معنی از دیوانم بگیره. زاده تبعیمی حفظ ایلمک oldu واجب، چون که دزدیده نظر آن یارانمدن. köhne divançe ülkim götürür ma'ni khas. Mağribidir ki alır cenzi viranimden. احتمالا مغربی یه شخصیتی باشه. مغربیdir ki alır cenzimi viranimden یا ویرانمدن. معرفت اورنی ادر نام نهنگیم لقمه. معرفت اورنی ادر نام نهنگیم لقمه. غوث دب گردر کم یا غوث دب گردر کم یا بالا اونماندن. تقربوندن نگران عذاب نهیه. طمع مالیتی
یارونگر بخشای یارونگر. حالا بذار حالا یه مقداری اینجا چی هست؟ چی هست؟ بی‌نیازی حرکت بدن بدن از یارون گرفته از گل گزی اونم مگر باید و بدت از یارون رو از گزی حالا اینا چی میشه؟ کلمات با کلمات بازی چشم ازرق درویش سرخ و سر در پررنگ زر اومدن نمیدونم یه وقتی بزن بخونم حالا بذاریم این صفحه که متن رو نوشته چی میشه ایرانی اهلی که مطلع انوار پیمان را شاید و روحانی جوهری که محصل اسرار جنان را بیاناید ذکر سانق است سانق تأسیس بیت بدیع ملک را یقین و معانی و به دیدار گردانی پدیدار احتمالا به دیدار شد یعنی بعدا هم تبدیلش کنیم به دیدار گردانی و درود زندگی است که مأموران لحاظ امنیتی حالا اینجا ها چی بخواید خوشی هست اصلا دلم نمیاد من حالاش به جهت به هم میزن گفتش وافیتی هست مثلا ثابت نیست چرا که همین شیر مجلسان چه وافیتی نیست بلکه مجموعان معنیش هم تصریفات نمیتونم درکش کنم و نمیتونم از کتاب بگذارم من همه به وقت و بعد باید برم کتاب دیگر اگر حالا امروز حداقل انظار فیزیکی رو معرفی بکنید گفته که رساله در علم تصوف و حقیقت سیر و سلوک و سلیم دیوانه. حالا احتمالاً ببینیم اینجا چی میگه برهانه العارفیه برهان العارفیه مؤلف سلیم دیوانه. حالا مؤلفش در اینجا صفحه 366 حامل عدد رسالت یا حامل رسالت این کتاب دارای 6 تا رساله هست و به زبان ترکی اول
سالار را قرار صدا بزنی نقش المجتهد به اینجا یه چیزی نوشته 1004 یا 2004 شده میشه این 1004 هست 16 چی هست حالا هر چی هست یه چیزی در مایه هست. این کتاب بعدی رو میبینیم از اینجا شروع شده. بسم الله الرحمن الرحیم. البته نگاه نکردم واقعا ببینم که این به زبان ترکی هست یا نه. بذارید از همون اولی gila muameleri nece ubudiyeti necedir, uluhiyeti kendi کی هستش که دکتر یه محجوب حالا این کتاب رو فردا بسم الله الرحمن الرحیم حرکت من اصلانی نماز و علوم و سایر اعمال
مضمون عمل خوندن عمل بودن سبب عمل بودن سبب جنت سبب جهنم توجی دل عمل عملی دل عملی جامع عملی دخلی بشی جان عملی حالا اینم توضیح هستش کتاب اینجا و دومین کتاب دیگه خوندن هست میشه سخت هست کتاب‌های خطی و ادبی و خوندن خیلی سخت یه خصوص کتاب‌های دستیه و دیواری نیست یعنی با قلم استاندارد دولتی نیست بلکه با قلم مثل من که نشستم حالا یه چیزی می‌نویسم خودم هم ولی قلم دولتی نزدیک به چاپ‌ها اما دستی از عادت به آدمی از یه حالت از یک آدمی که به مثلا از یک سال می‌نویسه تا روحیه این نویسنده فرق می‌کنه دائما در حال تبدیل تحول هست و در نتیجه همیشه این آدم حال روحیه‌اش در حال خطش هم در حال تغییره و جمله‌های این نویسنده هم در حال تغییر دوباره اینجا یک تاریخ با یک تاریخ خارجه هستیم نوشته العهد اکبر علی زیدن ابو ابن احمد گفته حالا من این برای این از اینجا به بعد میتونم برگردم اون که از اینجا نمیتونستم بکنم اینو ببینم یک ابن هست احمد مقدار 194 سفر 404 احتمال میدم که این فکری که اینجا بگیریم خود نویسنده علاقه کرده برای همین نوشته صحیح کتاب بعدی رو هم حالا بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله الاحق بذاته الاحق بذاته و کراماته الواحد بصفاته و اسمائه و صلاته مع تجلیه بذاته مع جمیع صفاته بعد عربیه من توسط کردم ترکی بخونم بعد عن جمال و جهل و لجن انوار وجه الغیب و بعد سبب تنبیه این نقطه سر شد آن والد امت والدان امر رزگه الله تعالی العمل الصالح بنابر حسب زنگی که حالا اینجا به فارسی بذار صفحه
این هم فارسی تموم شد. خوشبختانه من تموم شد. دوباره در اینجا احتمال میدم اینا تاریخ باشه. 28 ترجیح ماهی هستش. این هم 1400 باشه. احتمال میدم اینجا 1402 هست. در حال کتاب بعدی بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه و آله الحمد لله الأحد الأحيا الذات الحربي الصفات الذي نقدس وجهه عند الجهاد وقد عند الحادثات وقدسه عند الحادثات وقدسه عند الجهاد. حالا اینجا من نقطه نداره. من همینجوری دارم من ایندن رو برسته قبلی که نون رو میخورد یا شاید این حادثات باشه ایندن هم باشه. مثلا باید اینجوری الصفات التي نقدس وجهه عن الجهاد وقد قدس عن الحادثات وقدس عن الجهاد و یده از اینجا خیلی مذهبی بعدی بعد صفحه بعدی هم عربی هست. این کتاب ظاهر عربی فقط این کتاب فارسی حالا این کتاب عربی باش رو برو هستیم. بله هنوز عربی هست و این کتاب رو هم حالا بریم جلوتر ببینیم که تمام شد. این هم در اینجا دوباره ربیع الاخر، این هم آخر 1004 حالا اینجا دوباره کتاب بعدی اسم ظاهر الرحمن داریم ترکی بشه یا بالله اول آخر عقل اسلام جان دل زودی ارینبی خانمانتی وقتی بزرگ کردیم 1202 خونده میشه، 1402 خونده میشه، 1000 همین اینا رو میتونم بخونم، حالا چیز دیگری نمیتونم بخونم. به نظرم میاد که بیشتر حالا باید متن رو خونیم. متن اگر اشارات باشه مثل زمان چون شده کتاب بعدی بدون بسم الله الرحمن الرحیم داره خواستم بدون بسم الله هست. اینجا رو هم ببینید چی بود. افلاطون سؤال بیشتر اخیردن سؤال بیشتر که این نمش نه واردی حالا این در انگلیزه
نباشه. جواب پزشکی مجبور شمایم امر مرا صعبه بردوکی. این هم بیرون برده این کتاب هم هستش در داخل این کتاب برای رهایی از این جهنم و جهلی که برای ما ساختن و مهندسی کردن ما رو، عقل ما رو باهاش بازی کردن، بتونیم ازش خارج بشیم و این به نوعی بازگشت به خویشتن هستش. یعنی برگردیم و ببینیم که پدران ما چه چیزهایی برای ما یادگار گذاشتن تا بتونیم به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های خودمون برای رشد آگاه بشیم. به ما گفتن که ترک‌ها با شمشیر دنیا رو گرفتن و حتی من چند روز پیش در تلویزیون ترکیه دیدم بهش میگفت که ما با شمشیر گرفتیم ولی چون کتاب نداشتیم روی میز باختیم، در حالی که چنین نبود، ابدا چنین نبوده. برای اینکه این آدمی که در ترکیه پروفسور دانشگاه هستش داره دانشجو تربیت میکنه، خودش بخشی از اون سیستم مهندسی جهل برای شستشوی مغزی نسل هاست و خودش محصول همون سیستم مهندسی حالا تولید میکنه محصول نسل بعدی و محصول سیستم خودش کامل. آیا واقعا